در آغاز باز یک هفته نوی کوری به همه شما دوستان عزیز از استودیوی مرکزی رادیو آزادی در پراگ درود میفرستم. امروز 6 اپریل است و در برنامه اخباری آزادی این موضوع ها را مطرح خواهیم کرد. بعد اخراج و بیرون کردن مهاجران تاجیک از روسیه، جستجوی کار در داخل و آمادگی برای مهاجرت کاری به اروپا. ششم در مسکو در دمده فرماندن ایستادم، هفتم اطلاع برگرداندم обратно. تهدید دونالد ترامپ به ایران: گلوگوی هرمز را باز کنید وگرنه عاقبت کارتان بسیار بد می شود. و یک سازمان خارجی گفته است که هوای تاجیکستان به‌حد آلوده و برای صحت انسان زیان‌آور است. مقامات کشور میگویند ارزیابی آنها عادلانه و درست نیست. دیگر دولت‌ها را ببینید، یا تاجیکستان کوهستان را ببینید، چقدر میتوان تاجیکستانی که یک کوهستان است خودش هیچ نیست، همین گرفته در سوم جا کننده. اما شروع میکنیم از آن که مفتشان تاجیک گمانزد در قتل 2 زن و 1 کودک در شهر کولاب را به کشتار با بیرحمی مخصوص متهم کردند. سفرعلی ولی ساکن 32 ساله نویه شمزین شاهین به آن متهم می شود که شب 2 اپریل همسر و خواهر او و 1 کودک این خانواده را با کارد به قتل رسانده است. زهرا قربانوی 28 ساله همسر این مرد، خواهرش و جنی 6 ساله آنها در بیمارستان جان دادند. یک منبع در مقامات انتظامی به رادیو آزادی گفت به ضد سفرعلی ولی با اتهام کشتن چند نفر با بیرحمی خاص پرونده جنایی باز شده است. سبب قتل ظاهراً جنجال خانوادگی بوده است. در تاجیکستان سالهای اخیر تمایل کشتن همسر به دست شوهر زیادتر به نظر می رسد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران 6 اپریل اعلام کرد که مجید خاتمی رئیس اداره اطلاعات و یا جاسوسی این نیروی نظامی در حمله های امریکا و اسرائیل کشته شده است. مقامات ایران او را فرد نامیدند که حدود نیم عصر انقلاب، نظام و میهن اسلامی را صادقانه و دلیرانه پوست داشت. پیشتر از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه به ایران تهدید کرد که گلوگوی هرمز را باز کند، در عکس حال زندگی را برایشان به دوزخ تبدیل می‌دهد. همکارم طاهری سفر در این باره گزارش دارد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تهدید کرد که اگر تهران تا شام سه‌شنبه گلوگوی هرمز را باز نکند، ایران را با حمله‌های سخت به دوزخ تبدیل می‌دهد. دونالد ترامپ در این باره روز یکشنبه در مصاحبه با روزنامه وال استریت جورنال سخن گفته است. او تهدید کرده است که اگر ایران گلوگوی مذکور را باز نکند، انشاءات انرژتیکی و پل‌های ایران زیر ضربه سخت قرار خواهند گرفت. ترامپ دیرتر در شبکه‌های اجتماعی بدون تفصیلات زیاد نوشت سه‌شنبه ساعت 8:00 به وقت ساحل شرقی مقامات کاخ سفید تا حال درباره این پیام کوتاه ترامپ توضیح ندادند. پیشتر از این در روز یکشنبه دونالد ترامپ خبر داد که نیروهای مخصوص آمریکا در جریان یک عملیات نهایت خطرناک در عمق خاک ایران یک خلبان آمریکایی را نجات دادند. ترامپ گفت این خلبان زخمی است اما حالش خوب خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین با لحنی تند و با استفاده از الفاظ درشت با خطاب به مقامات ایران نوشت: ای بدبخت‌های دیوانه، گلوگاه را باز کنید وگرنه در دوزخ زندگی خواهید کرد. با وجود این تهدیدهای شدید، ترامپ در مصاحبه دیگری با شبکه فاکس نیوز از احتمالی سازش صحبت کرد و گفت تهران در حال گفتگو است و ممکن است تا روز دوشنبه سازش به دست بیاید. در همین حال فشارها بر تهران افزایش می‌یابند. بنا به گزارش‌های یک مقام بلندپایه اسرائیل گفته است که این کشور آماده است هفته آینده به انشاءات انرژتیکی ایران حمله کند و منتظر اجازه واشنگتن است. روز شنبه نوارهای نشر شد که دود غلیظی را در یک کارخانه کیمیاوی ایران نشان میداد. گفته می شود ترکش نتیجه حمله اسرائیل است، هرچند خبرگزاری رویترز زمان دقیق نواربرداری را مستقلانه تصدیق نکرده است. از سوی دیگر ایران نشان داد که هنوز توان حمله های فرامرزی را دارد. در شهر حیفا اسرائیل پس از برخورد موشکی ایران به یک بنای استقامتی، گروه های نجات بخش در میان خرابه ها جستجوی آسیب دیدگان را ادامه می‌دهند. پزشکان اسرائیل گفتند که 9 نفر جراحت برداشتند و معالجه می‌گیرند. تهران خواستار قطع جنگ است. رئیس پارلمان ایران روز یکشنبه تهدیدهای ترامپ را محکوم کرد و گفت که او را بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با اطلاع بر دروغ گمراه کرده است.
این زمان گزارش می شود که آمریکا، ایران و میانجیگران منطقوی آنها طرح سازشی آتش‌بس 45 روزه را بررسی دارند که هدف آن پایان دادن به جنگ است. در این باره اکسیوس یکی از رسانه‌های معتبر آمریکایی خبر داده است. برمیگردیم به تاجیکستان. از روسیه راندن مهاجران زیادی تاجیک سبب شده است که قسمی در داخل تاجیکستان و در شهرهای گوناگون کار جویند، قسمت دیگر برای مهاجرت کاری به کشورهای اروپا آمادگی بگیرند. بعد از حمله های مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار شهر مسکو که 2 سال پیش صورت گرفت و مهاجران تاجیک را به آن گناهکار کردند، روسیه ده ها هزار شهروند تاجیکستان را بی سبب و با سبب از قلمروش بیرون نمود. حالا این مردم چی کار میکنند؟ فرزاد محمدی از خوجند گزارش میدهد. قدرتالله ستاروف در جستجوی کار از ناحیه جیهونی ولایت ختلان به شهر خوجند آمده است. وی میگوید 20 سال آخر به مهاجرت کاری به روسیه میرفت، اما چند ماه پیش اجازه درآمدن به آن کشور را نیافت و اخراج گردید. رفتم مسکو 5 سپتامبر بود. 5 سپتامبر رفتم، 6 در مسکو در دماده فرمادن ایستادم، 7 ایستلا برگردوندم обратно. اما کارگرای ایرپورت نشون دادن که همین ایروی چی محکم کرده ما را مسد گردوندگی خودشون نمیدونن. مقامات روسیه قدرتالله را 35 سال از حق ورود به این کشور محروم کردند، در حالی که به گفته خودش سالهای دراز در آنجا کار و زندگی کرد. دورش یگان بار قاعده ویران کردگی نیستم. یک بار که امی چیو پاسردنیکو چی میکنن رجیستراسیون میکنن، اما رجیستراسیون من ندادن. میلیسا خفید 5000 اشتراف میکرد، در جاش 5000 را سپاریدم. مقامات روسیه در بیشتر از 2 سال آخر بارها مانع ورود شهروندان تاجیکستان شده گروهی را با قرار دادگاه از این کشور بیرون کردند. قرضداری، نقض قاعده. مقامات روسیه در بیشتر از 2 سال آخر بارها مانع ورود شهروندان تاجیکستان شده گروهی را با قرار دادگاه از این کشور بیرون کردند. قرضداری، نقض قاعده بودوباش و قانونشکنی‌های دیگر از جمله سبب‌ها نامبر می‌شوند. به اطلاع رسمی در سال 2025 بیش از 36,000 مهاجر تاجیک از روسیه اخراج کرده یا از فرودگاه و گذرگاه‌های مرزی پس گردانده شدند. این حالتی که به سر قدرتالله ستاروف آمد، زندگی او و اعضای عائله‌اش را مشکل گرداند. او و هم تقدیرانش در این موضع شهر خوجند جمع آمده منتظر کارفرما می نشینند و همزمان در فکر دیگر کردن مسیر مهاجرت از جمله به اروپا، بریتانیا، آمریکا، کره جنوبی یا کشورهای پیشرفته عربی هستند. ما حاضر طرز گریان کردن اسباب‌های روشن‌دهنده را نشان می‌دهیم. مثل محمد عوض آدینایف که با امید یافتن درآمد در اروپا در مرکز کسب آموزی و خدمت رسانی خوجند کسب استای برق می آموزد. در برابر تحصیل که در دانشکده کوهی متالورژی تاجیکستان تحصیل میکنم و مقصد گذاشتم که آمده کسب برقچی را آموخته در آینده به دولت‌های اروپا سفر کرده کار و فعالیت کردن نیت هست. این مرکز 2 سال پیش با سرمایه بانک آسیایی رشد به کار سر کرده به خواهشمندان بیپول کسب و هنر و زبانهای خارجی می آموزاند. خوشنود ابراروف در اینجا زبان کوریایی را از خود می کند. از روی طلبات خودی مناسبت‌های بین انسانی مناسبت‌های خوب داشتن، احتیاج کارمندان سریع وقت تامین کردن، پرینسیپ‌های انسان دوستی رعایت کردن و دیگر مسائلی که وابسته به حقوق و آزادی‌های مهاجران وابسته کرده شدگی است به هیچ نوع چرا اجرا می‌کردن. این مثلا در شهرهای روسیه میره تو اکثریت مهاجران حقوقشون پایمال است. مقامات تاجیکستان در سال 2024 گفته بودند که هرچند روسیه کشوری اصلی برای کار و زندگی تاجیکان باقی میماند، با 15 کشور دیگر در مورد کار زیاده از 40 حجت امضا کردند. چند منصبدار در ولایت سوغ در آغاز سال 2026 خبر دادند که سفر کارجویان از این منطقه تاجیکستان به روسیه از 10 تا 20% کم شده است. دقیق نیست که این گروه کارجویان به مثل قدرتالله ستاروف از حق درآمدن به روسیه محرومند یا در داخل کشور کار یافتند و یا راهشان به دولت‌های دیگر بازگشته است.
ҳавошиносии тоҷикистон арзёбии як созмони хориҷӣ дар бораи олудагии ҳаво дар кишварон носаҳӣ ва дур аз воқеият номид. Чанде пеш як созмони ғайриҳукуматии муқими Швейтсария бо нашри гузориши Тоҷикистонро дар радифи кишварҳое қарор дод, ки ҳавояшон бисёр олуда ва барои сеҳати инсон зиёновар аст. ҳамкорони мо дар душанбе Иршод Сулаймонӣ ва Амир Исоев дар бораи ин арзёбӣ бо мақомот ва ҳамкоршиносон суҳбат карданд. як тасаввур кунед, дунёро ҳамхе давлатҳои пешрафта аз ҷиҳати саноат дигар чӣ қадар партовҳо доранд. واکنش رئیس آژانسی آب و هواشناسی تاجیکستان به گزارش جهانی صفت هوا در سال 2025. این گزارش روز 24 مارس تاجیکستان را در سه‌گانه کشورهای هوایشان آلوده‌ترین و در یک صف با پاکستان و بنگلادش جای داد. عبدالله قربانزاده آن را منصفانه نمی‌داند. او روز 1 اپریل در یک میزگیر و در پاسخ به گزارش جهانی و بازتاب آن در رادیو آزادی گفت هوای تاجیکستان خیلی بهتر از کشورهایی است که صنعتی هستند یا کاملا در بیابانند و هوای آلوده دارند. دولت‌های افریقا یا که شرق نزدیک یا دیگر دولت‌ها را ببینید، یا تاجیکستان کوهستان را ببینید، چقدر میتوان تاجیکستانی که یک کوهستان است که هیچ چیزی همین گرفته در سوم جا کننده. گزارش جهانی صفت هوا را پژوهشگاه ایقیو شویتساریا که هر روز صفت هوا را در جهان پیگیری می‌کند نشر کرد. اما بار اول نیست که هوای تاجیکستان به ویژه پایتخت شهر دوشنبه از جمله هوای آلوده‌ترین در جهان نامبر می شود. بعضی از ساکنان از گرد و غبار گرفتن خانه‌هاشان شکایت می‌کنند و در کوچه بعضی افراد را با نقاب محافظتی دیدن ممکن است. خاکبادها، هوای گرم و بی‌باران و بریدن درختان، اینچنین کارخانه سیمنت و مرکز برق و گرمیدهی و کارخانه‌های آهنگودازی که اساساً با انگشت کار می‌کنند در برابر آمدن چنگ و غبار از خارج کشور از سبب‌های اساسی آلودگی هوا در تاجیکستان نامبر می‌شود. تاجیکستان در سال 2025 بیش از 200 روز شاهد هوای غبارآلود بوده است. کمیته حفظ محیط زیست هم گفته بود که سال گذشته 63 مورد آلودگی هوا را ثبت کرد. پروفسور صبور عبدالله‌زاده مدیر لابراتوار تحقیقات اتمسفری اکادمی ملی علم‌ها میگوید هرچند به سه‌گانه کشورهای هوایشان از همه آلوده وارد کردن تاجیکستان در مجموع موافق نیست، به نظر او هوای دوشنبه خیلی آلوده است. گزارش جهانی صفت هوا نیز دوشنبه را شهری از همه آلوده ترین تاجیکستان دانسته است. حساب چنگ و خاکی که از کشورها برون مرزی می آید، من این را راضی شده نممکن است که سوم جا باشد. ریلیف تاجیکستان هم خیلی است که همون چنگ و خاکی که از غرب و از جنوب تاجیکستان وارد می شود، همون چنگ و خاکی که در تاجیکستان می آید مدت‌های از یک هفته زیاد نیستد و صفت هوای پس می کند. از سبب کوه‌ها هست، دوشنبه در همین چقوری است، گرد و اطراف همه کوه هست و بلندی‌ها هست. در گذشته نیز آژانسی آب و هواشناسی تاجیکستان با گزارش نهادهای جهانی که هوای دوشنبه را آلوده ارزیابی کرده بودند نارضایتی کرده است که آنها معلومات را از پایگاه‌های دولتی نمی‌گیرند. در گزارش سال 2025 پس از تاجیکستان، چاد، کانگو، هندوستان، کویت، اوگاندا، مصر و ازبکستان در 10گانه کشورهای قرار گرفتند که آلوده ترین هوا را در جهان دارند. و در روسیه тарона яковозхон аз Челябинск ҷанҷол барангез шудааст. Ирина Николаева ки бо тахаллуси Айрен Кол ҳунарнамоӣ мекунад, дар оҳанги наваш чандин номҳои мардонаи русиро номбар кардаву аммо дар ниҳоят мегӯяд ки аз миёни ҳамаи онҳо Муҳаммадро дӯст медорад. Чунин муқоиса хашми фаъолони русро барангехтааст ки аз мақомот хостанд ба таронаи Овозхон баҳои ҳуқуқӣ диҳанд ва худашро ба ҷавобгарӣ бикашанд. Аммо моҷаро дар бораи таронаи Айрен Кол таваҷҷӯҳ ба онро бештар кардааст ва این آهنگ را در مدت کوتاه 10 میلیون نفر تماشا نمودند. دوستان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر که با ما بودید. برای آگاهی از آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان می توانید به سامانه رادیو آزادی وارد شوید. همچنین مطالب نوی ما را از صفحه های شبکه‌های اجتماعی می توانید دنبال کنید.